قدرتی که خداوند به شما عطا کرده همان ذهن فوق هوشیار است که همیشه در کنار شماست و همان نیروی الهام و کشف شهود است. ذهن مکانی است برای نزول معجزات و دیدن شگفتی ها. هرگز در پی عوض کردن کسی نباشید. تغییر را از خویشتن آغاز کنید. وقتی شما تغییر نمایید، بیشک جهان پیرامون خویش را هم تغییر خواهید داد. تمام چیزها و آدمهای اطراف شما تغییر خواهند کرد. با ذهنی استدلالی نمیتوان انتظار قدرت گرفتن داشت. باید خود را یک سره در حیطه خداوند قرار دهی و ذهنت را به او بسپاری. آنگاه که چیزی را طلب کنید، خرد لایتناهی دستور برآورده شدن آن را میدهد. انسان در چنین حالتی تنها باید با بارش نعمت الهی شادمان گردد و او را شکرگزار باشد. فقط ایمان قوی است که میتواند ذهن نیمه هوشیار شما را تحت تأثیر قرار دهد و موجب تحقق آرزوهایتان شود.